سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدین به اولین ویدیوی کانال. توی این ویدیو قراره با هم دیگه راجع به پیدا کردن علاقه صحبت کنیم. شمایی که اینجایی، هر چند سالت که هست، دبیرستانی هستی، دانشجویی، سنت کمه، زیاده، اصلا فرقی نداره. قراره که بفهمیم که چجوری میتونیم به سمت علاقمون بریم. اصلا چطوری میتونیم علاقمون رو پیدا کنیم؟ شاید هنوز علاقت رو پیدا نکردی، اصلا مهم نیست. از این به بعد تو مسیر پیدا کردن علاقت قدم برمی‌داری. فقط به نکاتی که توی ویدیو بهت میگم توجه کن و اونا رو برای خودت یه گوشه بنویس که حتما انجامشون بدی. بریم سراغ نکته اول. قدم اولی که باید برداری چیه؟ برو یه کاغذ و خودکار بیار، بذار بغل دستت، بنویس. چی بنویسی؟ کارهایی که دوست داری رو بنویس. یه لحظه به این فکر کن که اصلا برای پول قرار نیست کار کنی. اصلا فرض کن پول مهم نیست، اصلا نیست، کلا آقا وجود نداره. چی کار دوست داشتی بکنی؟ چه کاری تو رو خوشحال میکرد؟ چه کاری تو رو به وجد میآورد؟ بنویس. یه دونه است بنویس، 2-3 تاست بنویس، 10 تاست اصلا بنویس. ولی حواست باشه ها، بدون در نظر گرفتن شرایط ما. فرض کن که همه چیز اوکی بود و تو فقط قرار بود چیزی که دوست داری انجام بدی و انجامش بدی. قدم دوم، کارهای مختلف انجام بده. خودتو تو شرایطهای مختلف قرار بده. یعنی چی؟ چی کار باید بکنم؟ یعنی که به یه چیزی علاقه داری. خب اون کلاسی داره، دوره‌ای داره، نمیدونم رشته دانشگاهی، اصلا هر چی که هست برو دنبالش، انجامش بده. شاید خوشت اومد، موفق شدی، همون بود، رفتی دنبالش. شاید هم رفتی دیدی چجوریه، بدت اومد و اصلا قیدشو زدی. اینجوری حداقل اگر انجامش بدی و خوشت بیاد و بری، میگی ایول که انجامش دادم. اگرم بری سراغش و خوشت نیاد، حداقل یکی از گزینه‌هات خط میخوره. پس از انجام دادن چیزایی که بهشون علاقه داری نترس و فقط اقدام کن. چرا؟ چون از نشستن توی خونه خودشکوفایی در نمیاد. نمیتونی بشینی گوشه اتاقت و فکر کنی و بگی خب علاقم چیه؟ نمیدونم. خب نمیدونی چون کاری نکردی، نمیدونی چون امتحان نکردی کارهای مختلفو، رشته های مختلفو، کلاس های مختلف، دوره های مختلف. مورد بعدی، مورد سوم، تست روانشناسی بده. یه لحظه شاید کلیشه‌ای به نظر بیاد، میدونم، ولی انجام بده ببین چجوریه. من خودم که الان اینجا وایسادم، میدونی چند تا تست روانشناسی دادم؟ نمیگم که 100% درست بودن، نه اصلا، ولی 50-60% تونستن به من کمک کنن که من خودم رو و علایقم رو بشناسم. پس این خیلی خوبه. میتونی خودت رو کشف کنی، میتونی خودت رو بیشتر بشناسی. دیگه با یه سرچ ساده تو گوگل تست روانشناسی برات میاد دیگه. تست روانشناسی فلان، تست مثلا به چه تایپ شخصیتی چه شغلی میخوره، اصلا بگرد تو اینا، هی بالا پایین کن، شغلای مختلف، تست شخصیتی، ببین تو اصلا چجوری، نقاط ضعف چیه، نقاط قوت چیه. اتفاقا نقاط ضعف و نقاط قوتت هم یه جا بنویس. این مورد 4 بود که میخواستم بهت بگم. بنویس نقاط قوت و ضعف تو، بنویس، مخصوصا نقاط ضعف تو بپذیر. اگه میتونی درستشون کنی اقدام کن، درستشون کن، کمترشون کن اگه میتونی. اگرم نمیتونی خب بپذیرشون. پس مورد 4 هم که بهتون گفتم نقاط قوت و نقاط ضعفتون رو بنویسید حتما. مورد 5، به خودت اجازه خطا کردن بده.
کاری کردی، وارد یک مسیری شدی، به نظرت اونجوری نبود که میخواستی، دور بزن برگرد. بهتر انجام دادن چیزیه که دوستش نداری. برگرد، همونو برگرد، یه مسیر تازه رو شروع کن. آزمون و خطا کن، اصلا اشکالی نداره. یک نفر همون اولین مسیری که شروع میکنه و واردش میشه رو دوست داره، توش شکوفا میشه، توش خودش رو کشف میکنه، موفق میشه. یک نفر نه، دور میزنه، بر میگرده، مسیر تازه رو شروع میکنه و اونجا میدرخشه. ولی اون کسی که مسیری که علاقه نداره رو میره یه جایی پشیمون میشه. یه جایی پشیمون میشه که میتونسته برگرده ولی چرا بر نگشته؟ چرا مسیرش رو عوض نکرد؟ پس هیچ وقت برای دور زدن دیر نیست، چون که تو باید علاقت رو زندگی کنی. تو باید کاری رو انجام بدی که هر روز تو رو به وجد بیاره و خوشحالت کنه. حداقل راضی باشی از اینکه داری انجامش میدی، نه با کلی انرژی منفی و غر و غیره. اوکی، مورد 6 بریم. مورد 6، مورد آخر. از حواشی دور باش، روی خودت تمرکز کن. چجوری از حواشی دور باشم توی این دنیا با این عصر دیجیتال و اخبار و پیجایی که دنبال میکنم؟ باشه، اونا اصلا باشن، مشکلی نیست، ولی یه تایمی از روز رو برای خودت بذار که مدیتیشن کنی، ذهن آگاه بشی. مطمئن باشید اولش که مدیتیشن رو شروع میکنید خیلی اصلا ذهنتون مقاومت میکنه، اصلا نمیتونی ادامه بدی. بیشتر 1 دقیقه نمیتونی اون فایل رو گوش کنی، میگی وای این چیه، اصلا نمیتونم، نمیخوام، نمیشه. کسایی که انجام میدن چجوری کارو میکنن؟ ولی بچه ها ادامه بدید، مطمئن باشید که کم کم ذهنتون عادت میکنه. طبیعیه که اولش ذهن مقاومت کنه، ولی مدیتیشن چرا میگم مهمه؟ چون باعث میشه که شما بتونید تمرکز کنید، ذهنتون آروم بشه، یک آرامشی داشته باشید، بتونید بهتر تصمیم گیری کنید و خودتون رو بیشتر بشناسید و به شکوفایی برسید. برای همینه که میگم مدیتیشن مهمه. وقتی که صبح بیدار میشی در حد 5 دقیقه مدیتیشن کن توی همون تختت که دراز کشیدی. شبا قبل خواب یه تایمی رو بذار، کتابتو بخون، بعد مدیتیشن کن و بخواب. چند روزی رو انجام بده، خودت متوجه تغییرات درونیت میشی. اصلا انگار که دنیا دست به دست هم میده و تو رو میبره به سمتی که دوست داری، به سمتی که باید بری. پس انجامش بده. خب بچه‌ها، ویدیوی امروز همینجا تموم شد. امیدوارم که از تک تک نکاتی که بهتون گفتم استفاده کنید. همش تجربیات خودم بود، چیزایی بود که خودم انجام داده بودم و نتیجه گرفته بودم. حتما نظرتون رو برام بنویسید این پایین و پیج اینستاگرام براتون میاد این بالا. حتما فالو کنید، اینجا هم سابسکرایب کنید و منتظر ویدیوهای بعدی باشید. میبینمتون.